آقا بهزاد میخوام چوب رو رنگ‌آمیزی بکنم، چی پیشنهاد میدی؟ ببین آخه چند حالت داره. اگه چوبت روکش داشته باشه، چوبت خام باشه، گزینه‌های مختلفی داری. یعنی میخوام میگم چند تا گزینه داری، ولی من چند تا فقط ساده و دم دستیشو بهت میگم که تو خونه هم راحت بتونی انجام بدی، برای سطوحی که کوچیک‌تره. اگر رنگ خورده و روکش داره، مثل حالا MDF حتی MDF های گلاس، رنگ‌های سلفی دکور میتونی استفاده کنی، رنگ‌های مولتی سرفیس میتونی استفاده کنی. این دو تا گزینه‌های خیلی خوبیه برات که بخوای استفاده کنی، چه روکش داشته باشه چه نداشته باشه. ولی اگر روکش نداشت و سطح کارت خام بود، از اکریلیک‌های ساده هم میتونی استفاده کنی. حالا حتی ترجیحاً زیر کارت سیلر یا پرایمر پایاب بزن، بعد رنگتو اجرا کن. اگر بخوام سنگ مصنوعی یا پلی استر رنگ‌آمیزی بکنم، اونم باز میتونم بگم بهترین گزینه در حال حاضر برای مولتی سرفیس هاست. مولتی سرفیس ها رنگ اکریلیک بدون بو، پوشش دهی عالی، تنوع رنگی فوق العاده، نمونه نسخه لوکس داره، نسخه قیمت مناسب ایرانی داره، ترکیه‌ای داره. خلاصه دست تو رنگش بازه. میتونه این گزینه خیلی خوبی باشه برات. بودجه‌م هم محدوده، چه رنگی پیشنهاد اگر میدی؟ بودجت محدود باشه به نظرم از همین سمت رنگ‌های ایرانی بری خیلی گزینه خوبه، یا حتی میتونی اکریلیک‌های ساده رو انتخاب کنی به شرطی که زیرسازی خوب کار کنی. یعنی حتما اگر سطح کارت خامه مثل سنگ مصنوعی یا حالا مثل چوبای خام، حتما پرایمر بزن بعد رنگ اکریلیک ساده. این بهترین گزینه میشه برات و اقتصادی ترین. یه ذره می‌خوای بیشتر ارزیابی کنی، مولتی سرفیس ایرانی بخر، هیچ کدوم این کارا نمیخواد. با استفاده از اینا دیگه نیاز به وارنیش هم ندارم. نه اصلا احتیاج به وارنیش نداریم، مگر اینکه دیگه سطحی باشه که دائم مثلا میخواد با آب و بارون و اینجور چیزا سر کار داشته باشه که برای اطمینان بیشتر میتونی بزنی، ولی این رنگ‌ها به تنهایی احتیاج به وارنیش نداره. از کجا میتونم اینا رو تهیه کنم؟ دیگه اصلا این سوالی نداره دیگه، بهفام کالا مرجع همه چیز.